شب متاب کیار جان خال میزه دلم با مثل کفتر بال میزه. دوستا کرجه کمی پایین است، من کرجه کمی بلند کنم، ببخشید. راحت باش راحت باش. شب متاب کیار جان خال میزه دلم با مثل کفتر بال میزه. دلم با مثل کفتر آگی ماشی خودش را بر در و دیوارو میزه. و دلبری فرخاریم بشنف غانزاریم و یارکی مزاقیم ای چشم سیاه داری ناز و هدا داری چشم سیاه داری ناز و هدا داری. خودم اینجا که یارم چاری کار است گل صد برگ من پلوی خار است. هر آن صافی که یاد من میایی شکر بر دهنم مانند زار است. هر آن صافی که یاد من میایی شکر بر دهنم مانند زار است. و دلبری فرخاریم بشنف غانزاریم و یارکی مزاقیم ای چشم سیاه داری ناز و هدا داری چشم سیاه داری ناز و هدا داری. بیا 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 خندکو عاشق تا زندکو بیا بیا خندکو عاشق تا زندکو. بیا برقص نگارم از عشقت بیقرارم بد چشمای مقبول اخای خمارم اخای خمارم اخای خمارم. نامکای دانه دوستا بنویسه که من بعضی دوستا رو نمیتونم ببینم. باغ بال ها نام داره گلکای بادام داره میگم تایگر پروان یک نام نشان داره زنده باد رئیس دلبر مثل جوره نداره میخوانم هوا روان گوش بگیری به گفتار میگمت که انگلنده هستی جوان نامدار میگم رئیس ابراهیم خودت هستی شیر شار میگم رئیس ابراهیم هستی جوان عیار میگم لالا فایتر هم زدنی هم جزگر شریف قلندری هم جان هستی هم جگر کندوزی ناله کنه شیرای مزبر ببر میگمت رهبر امید هم زدنی هم جزگر یوسف جان ایوبی هم جان هستی هم جگر اخای خمارم اخای خمارم. میگمت لالا آرش هستی جوان بسو بود میگم مجید میران از این چیز نیستی کم بود. میگم فیصل نوری دشار جوره نداری گوش کو تایگر پروان دل بروار یار داری شعر زبان های مجلس دشار جوره نداری اخای خمارم اخای خمارم اخای خمارم. چاردی جان چقدر زیباست مرکز شیر جوان است ماما شمس چار دیوان بیرق هایت بالا بالاست گذر کردم با پروان دیدم کاکا و جوان سالا جزگری کدی میگم تایگر پروان نوی جان قندوزی
ای است به خدمت تو ای شریف قلندری ای تیرا ندادی تکان ای ناصر جان ایراتی ای کتم استی بیادر خان ای میگم لالا مصطفی ای نشرمیده هیچ میدان ای زنده بود استرنجر ای به محفل آمد میمان ای زنده بود احمد سمیر ای داری یک نام و نشان ای امید جان ای رهنورد ای قندوزی کنگ لانه بر دوستای بخوانم همیشه وزن لوزم اخی خمارم اخی خمارم میگم رئیس ابراهیم تو هستی کاکا جوان اخی خمارم اخی خمارم اما ما شمس چار دیوانم بیکار دادی تکان اخی خمارم اخی خمارم تقدیم تک تک دوستای نازنین ازتان خواهش میکنم وقتی که یک هنرمند اجرا میکنه هیچ وقت کامنت نکنین کوتاکو درازکو ایگا پارا کنار بگذارین بگیرین علاقمند خود رایش بالا ببرین که او هم کوتاه و دراز براتان بخوانه. وقتی که نوید جان میخوانه التو آرای بلند هم داره. ناصر جان که بخیر اینم آرای بلند گرفت، ناصر جان هم دور دراز بخوانه. اینمی میدان برای شما هست، پس لطفاً این چیزا را خیلی نزاکت‌ها را مراعات بکنیم. همه‌شان رفاقت دارن، همه‌شان صمیمیت دارن، همه‌شان برادری در بینشان هست. اشتراک کننده خود آرایش بلند ببرین، برش کمپاین بکنین و هم بر شما هم تو دور دراز برتان بخوانه. دیگه نوش جان نوید جان، نوش جان ناصر هیراتی و در ردیف سوم سبیر جان و دگاهش همچنان. خب برنامه است در دست، اگر یاور انتخاب بکنه که بگه من نمره بتم رای مردم نباشه هم سر صدام ببراید. لطفاً اینی چیزا رو مرد کامنت‌های مقبول نشته کنین، کلشان را تشویق کنین، از یک سر تشویق کنین. ناصر جان از خودت مشتاقیم. خب ما هم تبریک میگم به نوید جان عزیز و به تمام دیگه دوستایی که به خودت هم تبریک باشه. به خودت هم تشکر میکنم از تمام عزیزایی که برای من رای دادن. یا هنگ به خاصه فایتر و اشراف وارم و تمام دوستایم میخوانم انشالله باز به شوای دیگه هر دوستی که ما فرمایش داشته باشه رای مر بالا ببرین، به فرمایش شما هم میخوانم. اسیب جان، اسیب پروانی هم رایش بالا است، 65 است. اسیب هم یک شیر کنین که بیای اسیب جان هم یک اجرا داشته باشه. بلندترین آرا نوید قندوزی 90 آرای مثبت از طرف مردم رای گرفته با لایف گول برنامه. اسیب جان پروانی 65، ناصر هیراتی 66 و در ردیف چهارم که قرار داره سمیر جان بهرام عزیز است 64. چقدر خوب 65 66 64. این ببینین ریتا بسیار نزدیک است، اما بلندترین رای دو برنامه هست که نوید جان قندوزی است. به افتخار ناصر قندوزی، ناصر جان ایراتی. هیچ فرق نمیکنه. شاید انت 4 جمعه شاید تمام شوه. اگر ما افتادم پایین پس شاید گل شوه گوشیم 1% سایه حسودی میکنم دستت و دست مادرت باشه، حسودی میکنم دستت و دست مادرت باشه. او نباید غیر من هرگز کسی دورو برت باشه. حسودی میکنم دستت و دست مادرت باشه، حسودی میکنم دستت و دست مادرت باشه. نباید غیر من هرگز کسی دورو برت باشه، نباید غیر من هرگز کسی دورو برت باشه.
برای دل خوشی ناشق غم دیده کافی برای دل خوشی ناشق غم دیده کافی که شال سرخ تو دایم گلم دوره برات باشد که شال سرخ تو دایم گلم دورو برات باشد او نباید غیر من نرگیز کسی دورو برات باشد نباید غیر من نرگیز کسی دورو برات باشد از فده میکنم دستت و دست مادرت باشد از فده میکنم دستت و دست مادرت باشد او نباید غیر من نرگیز کسی دورو برات باشد نباید غیر من نرگیز کسی دورو برات باشد خدا جان مله لغت نداره خود عاشق دل طاقت نداره خود عاشق بامو او چشما لایه هیچ کس نداره او بی بی اسرا رخت در بده چشمای قربان او بی بی اسرا از عشقت میزنم خیمه و سرا چی بخواهی دل بر جانت و بفرمانت و نازم چشمانت هرچی بخواهی دل بر جانت و بفرمانت و نازم چشمانت گر تو بیایی و برم جانم با قربانت و نازم چشمانت گر تو بیایی و برم جانم با قربانت و نازم چشمانت و نازم چشمانت دل پریشانه و نازم چشمانه دل پریشانه و نازم چشمانه دل پریشانه هرچی بخوای پای در جان هستم با فرمانته و نازم چشمانته هرچی بخوای وطن دار هستم با فرمانته و نازم چشمانته. واو ناصر واو 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 نام خدا خیلی عالی نام خدا. دوستای عزیز طرفدارای ناصر جان یا سمیر جان یا هر هنرمندی که از آدرسش میایین چون لایف میگذارین اگر یکم میوت میشین باور بکنین ما هیچگاه نه سلیقه‌ای برخورد میکنیم نه هدفی داریم که خدای نکرده شما را ما میوت بکنیم. حرف ناهنجار حرف منفی بینی حرفا ما حساسیت نشان میدیم مجبور هستیم که از میوت هم نه حتی بلاک ولی ناحق هیچ کس میوت نمیشه. اگر احیانا خدای نکرده خیر باشه مشکل نیست سویت خواهر گل فرق نمیکنه امیجا هستیم و کامنتکای تا میبینم با مزرعت با پوزش ولی ما کوشش میکنیم که همیشه تنوع باشه در صفحه مهربانی باشه همدلی باشه هیچ کامنت منفی را متابالا در اینجا ندیدیم. این که اگه وقت همچه یک موضوعی میشه ولی دقت بکنین که کمک خونسرد باشین راحت باشین تشویق بکنین برنامه خودتان است. شاید که امروز نوی جان قندوزی در آرای بلند است فردا شب ناصر جان باشه فردا شب مجتبی جان باشه فردا شب امید جان سمیر جان باشه. برنامه هست یک برنامه رقابتی مردمداری است. ناصر چندین سال است که مثلا در تیک تاک فعالیت داره نوید قندوزی چندین سال است که بر مردم میخوانه اتو مفکس نمیه رای بته چقدر زحمت میکشه ناصر چقدر سمیر جان از افغانستان ببینین که سر دو پای میشینه زحمت میکشه امید جان از ایران همه تان ولی کسایی که سابقه کاری زیادتر داره اکسپریانس زیادتر بیننده بسیار بالا دارن اونا دوستایشان میایه. ناصر جان تبریک آینکایت بسیار عالی بود. من خواهش میکنم از تمام تیم خود از تمام دوستای خود و همچنان از تیمای رفیقای من خواهش میکنم که اگر که دوست دارین که کسی که مورد علاقه تان است برنده شوه لایف شیر کنین برش رای بدین از اون طریق سالم هیچ وقت کامنت منفی با آدرس هیچ ستاره از آدرس ما از تیم ما هر کس که بده ما خود مدیراتور میشم او را بالا میکنم. البته مدیراتور نیم باز دیگه دوستا اشتباه فکر نکنن با خاطر از اینکه من دوست ندارم که از دیگه تیم برای من خدای نخواستم کامنت منفی بدن. بله دقیقاً از او خاطر با آدرس ناصر جان هم چیز نوشته نکنین. هیچ کس اجازه نمیتم که برای برنامه گذار برای یاور به برنامه به احترامی شوه.
خدای ناکرده من بدانم که یک اشتراک کننده که نمیشه مخاطبم هیچ کس نیست، کلش است مخاطبم، که برنامه گذار به احترامی یا برای یاور برنامه به احترامی بکنه، از دستکش میگیرم، از برنامه میگم خداحافظتان. اینقدر که ما با شما عزت میتیم، اینقدر بر شما صمیمیت میتیم، کل ما و شما رفاقت. ببین برنامه چقدر شفاف است. یک نامدن فرض کو دیر آمدن ناصر جان، این ناصر جان خب مشکلات داشت، میدانم حتما یک مشکل برش پیش بود یا یک جای بند بود. آرش جان من بدم جان اما وقت برکشی من بدم، من ریکوست هم داده بدم، ولی با خاطر که باز شما رد شدن باز گفتن نه ناصر جان نبوده، من هیچ نه او وقتی که صمیم جان بود نبودی خودت. من کسی که جاین میشم من متوجه هستم تعداد تا کم است. 5 دقیقه بعد از لایف که شروع شد کامنت میکردی ناصر جان که بازم شانس برات آمد، مثلا بر اسیب جان بر این سخی درک نداشت، امروز از این رای مان. فرض کو که فرشاد جان عطایی حضور نداشت، از رای مان. از او خاطر اینی یک رای کمکی برای فردا شبتان است. کسی که حاضر بود خوش آمد، فردا شب نامد بازار با کمترین رای از برنامه ودا میگه. دیگه ما کدام مشکلی نداریم. خب به خاطر خودتان میگم رایتون بالاتر بره و ببینید که امروز 120 تا، ولی در فردا شب من مطمئن هستم که 220 تا میای به علاقه من، او به او شیر میکنه، او به او شیر میکنه. بیای بریم پرحرفی نمیکنیم که دوستای سمیر جان بهرام خیلی منتظر است یک آهنگ شیرین مقبول بشنوه. با اجازه شما آرش عزیز و دوستا، در نخست تبریک میگم به نوید جان قندوزی. چه خوب است که ما در این برنامه فکر کرد کسی دیگه هم باشه. من خودم از قندوز، مجتبی جان از قندوز، نوید جان از قندوز، به تقریبا نصف نفوذ قندوزیات تشکیل داده. نام خدا، هنر از آن خود کردین، زحمت کشیدین. فراجان دریا از قندوز است، فیاض جان حمید از قندوز است، فیروز قندوزی از قندوز است، بهترین هنرمندای تاپ اینمیال از قندوز است. به افتخار ولایت قندوز، کل ولایت های عزیز. اما نام خدا بله کل اقوام ما دوست داریم. میربانی قنده بیادر، میربانی. شما در کشتن عبید رضای، شما در کشتن فیصل رضای، همی ماشال خدای داریانه، همی ماشال خدای داریانه، همی آواز خدای داریانه، همی تاوا خدای داریانه. دوستان همه تانا نوشته کنیم. بالای سرم خدا پایان یارا، بالو پروش کسم و دلم کارا، بالای سرم خدا پایان یارا، بالو پروش کسم و دلم کارا. راضی نبودم جدا شوم از دلبر، راضی نبودم جدا شوم از دلبر، آورد خدا جنین و من ناچارم. چارچک
امو چیگکش تمام شد. عالی بود، نام خدا. ولی فردا شب یادتان نره ناصر جان کلتان که بر علاقمندایتان بگوین که فردا شب نمرات است، عین سیستم رایدی است که یاد کلتان رفته. مقصد فردا شب فراموش نشه. اگرچه اعلانا را بگذارید. مشکل نیست امیر جان. نام خدا، نام خدا. چقدر زیبا، چقدر عالی. آفرین تان، آفرین. بیاین که ناصر جان عزیز، از این که امید جانم منتظر بود، مجتبی جانم که امید جانم از ایران یک اجرا داشته باشه. مجتبی جان خودت هم یک اجرا بکو، قند بیادر یک اجرای همون تو مقبول داشته باشیم که منتظر ماندین. در اینجا هستین. درست است ناصر جان اجرا کرد، سمیر جان اجرا کرد، حسیب جان پروانی حضورش کم است. میریم از امید جان رهنورد یک اجرای همون تو مقبول مشنویم از مجتبی جان. باز دوباره یک اجرای دیگه از ناصر جان، یک اجرای از سمیر جان ادامه میتیم. اگر دیگه اشتراک کننده آمد هم شانس برشان میتیم. ولی فردا شب هم فراموشتان نشوه که بسیار جذاب آهنگا انتخاب کرده. خوبی است که تیم فرید جان نمیفهمه که تیم جمیل جان چی آمادگی گرفته، تیم جمیل جان خبر نداره که تیم فرید جان چی آمادگی گرفته. نام خدا بسیار تمرین دارن، بسیار. من که میبینم داخل گروه میشم آهنگای پرکیف انتخاب کردن، بسیار زحمت میکشن. ببینین چی یک نوآوری است. کی دمی شرایط وقت مسپاره که بیا یک کس یک کلمه موسیقی را یاد بده. از او خاطر خانهشان آباد آل هنوز شروع هفته است. دیگه هفتهایی که شما دسته بهترین 4 بهترین میباشین خیلی کتان زحمت میکشه. بازم براتون میگم هر مشکل موسیقی که دارید به انتخاب آهنگتان که میدانین فرید جان تفکیک کرده میتونه یا جمیل جان، امروزشان در صحبت بکنین. اونمو گروه بر شما هست. تمریناتتان بکنین و مطمئن هستم که اجرایی که میکنین روان میکنین. با فرداش هم چه اجرا باشه مطمئن هستم که نمرات خوب میگیرین. امید جان مهربانی عزیز بیادر. جان عزیز سلامت باشین. من گوانگم تو کمی مستر میکنم که دوستا بفهمن که میتونیم آهنگای مستم بخونیم. مهربانی. تایره جان وقت دارین؟ بیاین تایره جان خواهر گل، بیا یک دقیقه تو خوبی خیک رئیس کل هستی بین مدیراتورا. بیا بخیر.
خدا کنه که خوشتر آمده باشن. آره جان صدایتون رو نمیشنم. او صدای ما بسته بوده، صدای ما بسته بوده. نوجوانا چرا نمیگین؟ تشکر صابر جان. امید جان رهنورد به خاطر که اینترنت ضعیفی میکرد ما میکروفون ما خاموش ماندم که صدای موسیقی ایسو درست بیاد. از خاطر من مایک من میوت کردم، یادم رفت. خیلی عالی بود. نام خدا پیامت داشته باشیم برای فردا شب. تشکر میکنم از دوستایی که به من رای دادن و من حمایت کردن. بازم بسیار رای کم بردم. دوستایی که من خودم برایشان گفته بودم دلاش بهم رای بدن، بیچاره کلا در آشنایی با رایدهی نداشتن. ما شما یک ویدیوی بسازیم که این بعضی کسایی که نمیفهمن حداقل بدانن که ما چطور رای بدیم، که رقم بتیم رای گل بزنیم. بعضی هایشان همونطور ماندن، ما برایشان گفته بودم و متوجه نشده بودن. دیگه انشالله که فردا شب بتونیم رای بگیریم و با برنامه باشیم. من فکر این برنامه هست کنیم بریم. سپورت به خدا. ویدیوها در یوتیوب گذاشته میشه، از اونجا هم برین یگام قطع سیستم رایدی که من امو دقیقه رای میتم حتما گزینش ویدیوش آمده امو را بگیرین باز نشر بکنین که این سیستم رایدی است. شما هم یگام ویدیو را بگیرین کمپاین بکنین، از صفحهتان بر دوستانتان ترتیب تنظیم بدین. نام خدا همه با گزینه آشنایی داره، شاید اکثریت آشنایی نداشته باشه، ولی شما هم یگام ویدیو اینا را پست بکنین. امید جان زنده باشی، قربانت. تشکر، ممنونت نوی جان. خب میریم که اجرا از مجتبی جان یعقوبی داشته باشیم. مجتبی جان هم یک اجرا بکنه، باز یک اجرا دوباره از ناصر جان. اگر وقت دارین، وقت ندارین، میتونین راحت برین برای کمپاینتان، برای محفل دوستایتان که لایف گرفته، فرق نمیکنه، امکاناتش دارین اجرا کنین. یک اجرا از مجتبی جان میشنویم. باز بخیر انشالله دوباره ما و شما بخیر هستیم. از مجتبی جان، از صمیم جان، از ناصر جان. سلام و درود دوباره خدمت همه دوستان و دوستایی که آرایشون بلند است. خیلی تبریک میگم. دقیقا امی گپ رهنورد عزیز که بس دوستای ما اینجا آمده بودن که رای بدن در سیستم رایدهی آشنایی نداشتم. برای من استیکر از استیکرهای ایموجی کیبورد ارسال میکردن. بعد اینال یک موضوع مجتبی جان دوستانتان که میاین سفر فالو نداشته باشن، مقصد ویدیو نشر کنم کس نمیبینه. پس شما می ویدیو گکش ترتیب تنظیم بتین، از صفحاتتان طریقه امور ویدیوهایی که در یوتیوب گذاشته شده امو گزینه‌اش اسکرین ریکارد بگیرین دوباره نشر کنین که سیستم رایدی دوستا به این شکل است که از صفحه شما دوستا ببینن بیاین. اگر مقصد نشر بکنم اکثریت شاید نبینن، ولی فالووردای شما هر کدامتان باید ببینید. شما که نشر کنین ما بر دوستای ما یک تنظیم میکنم تکتان میکنم روان میکنم شما هم چی کنید. قربان. قبل از اجرایت اوبای جان خوش آمدی، صفا آوردی، احترامات برس همسایه. یک ماشین حساب نآوردی تو جوان ممنون برم خودم یک ماشین حساب دیگه. سلام همه وقتی جور ساعتمند باشین. دیگه ما تو گفتیم یک جای میریم میخندیم. راست میگه دقیقاً. خسته نباشی اوبای جان. سلام برسه. سلام آره جان خانه هستم دندان درد غلطگی. او شفا باشه. برو باز میایم میبینیم تا یکم نان مان آوردک و ما هم گوش نشدیم یک جایی بخوریم. رئیس نمامی برو من دختر از مکتب بگیرم تو باز بیا. سایستا یک قابلی جانانه ما میاریم یک گروه میکنیم. بیا بخیر. تشکر. سعی کنید انت همسایه باشه مجتبی فهمیدی
که نان آماده باشه نه؟ دادای ما میای لالا بیت بله، خوش بله. آمدید خیلی زیاد احترامات برسه برات احترامات سمیر جان قند استاد ناصر دوستان باشن که من در ناندار هستم بخی در کلیم زدم سلام علیکی یادم عبید خوش آمدید لالا خوش باشه سلامت ناصر جان ما برات رای دادم مقصد ما ویدیو ریکارد گرفتیم به خاطر یک نفر برای من بود و ناصر رای بده خاله تان آباد. برو مشتبه جان، میشنویم که ناوقت نشه مشتبه جان، فرصت کم داریم. مهربانی با اجازه همون دوستا، با اجازه همون هنرمندای عزیز، مهربانی. یک محلی همونطور که میکس رقم میخونم با کم خوش دوستا بیم. پای سراج سفر خالی میرم دبین موترای شمالی